بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چه سبب و پیامد دارد؟ به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که به کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگراندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتان. ضمناً تلاش‌های ما و تماس‌هایمان برای شرکت کارشناسان و سیاستشناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیوی ما بیایند و به سوال‌های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست‌های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمانزاده است یا چیز دیگر؟ مرحمت. درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چه به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمانزاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه‌ها هم بعضی خبرهای جسته گریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمانزاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمیدیدن، یعنی اگر خواب هم میدیدن میترسیدن چه برسه در بیداریشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی‌ها انتقاد میکرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چه برسد به مخالف و دیگر گویم که اندیشه های آزادتری که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات شود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده. تشکر. محترم فرهاد آدینایف، میخواستم نظر شما را درباره سبب‌های احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگ‌های سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمت. سلام علیکم میرزانبی و مهمان محترم شما ظفر صوفی و بیننده‌های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم بود خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد. بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی او را ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکرجان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیما با پرونده سید جعفر عثمانزاده ربط دارد یا نداشتنش و این من شک دارم. تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان رو ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی‌قرار است؟ ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت آهسته آمد به همون سطح بالاترین دیکتاتوره رسید. یعنی که در تاجیکستان از یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو، حتی فکر کردن یک تنقید رو در ذهن جامعه
از بین بردنی است. چرا مثل شاکرجان حکیموف ها زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شاکرجان حکیموف بجای چی تنقید کرده است، چون شاکرجان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم درباره کمبودی حکومت فکر کند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگویند. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است. تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیشه است پس پنجره برند و راه را برای رستم امامعلی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت. خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر به سر قدرت رساندن رستم امامعلی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن به خود راه را هموار کند. این نهایتی ضعف و نهایتی نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند به قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتوند جا بکند. با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود 1 سال 2 سال 3 سال یا مثلا حتی 10 سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن. یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کس رحم نخواهد کرد. نظر شما فرهاد آدینه در رابطه با این چه است؟ نظر من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید همین دیکتاتورها قریب همه یک سونن، یک خیل هستند. امامعلی رحمان از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستند. اون برنامه که دارن برای راهی رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند. اون چخلی که در ترکمنستان از پدر به پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند. یعنی با این شکل میخواهند دوام بتن، ولی من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشد، به خاطر آوردن رستم امامعلی سر قدرت، به کدام تحولات، به کدام یعنی به یگان مشکلی باید که رستم امامعلی سر قدرت بیاد. ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکرجان حکیموف را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدن، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی، شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحمت. خب من بالاتر در اون صحبتم عرض کردم. ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرها اگر حرفشان درست باشد حکومت ترس دارد. معمولا سرشت دیکتاتوری همین است. آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشان اعتماد به نفس دارند و سواد دارن، صلاحیت دارن، اونا ظرفیت دارن، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشان ترس ندارن و از مردمشان نمیترسن. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشون هستند. انسانهای ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بیرحم میشن متاسفانه. و حکومت ترسو
با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میدن. از یک نظر میخوان که دیگران را بترسانن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشان هست رو جبران کنن و از طرف دیگه برای جبران این ترس خودشون میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم. دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخلیل خالقزاده یا روزنامه‌نگارای مثل دلیر امام علی و عبدالله قربتی و دیگران زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیهی دیگر ندارد. حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنن، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنن، بهانه هاشون بی‌پایه است، بی‌مایه است. شما آیا مثلا در این 2-3 سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه‌نگار زندانی کردن، 2 نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیموف یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافع درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه میشد بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد و به این طریق میخواد مردم به ترساند و ترس خودش جبران کنه. از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است. فرهاد دادینه میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر صوفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحبا. من از تجربه امین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشترم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشت در بسته، ولی خش و تباره ها حداقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه میدادن که تو سود یعنی که یک بار یا 2 بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبار با ژورنالیستان با هر طریق جزئیات خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه ندیم. بیشتر ببینید پرونده‌ای که پیشتر مثل پشت در بسته میگذاشتن، حداقل تو اعلان، یعنی که تو در کدام نشست مطبوعاتی اعلان کردن این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پروکراتور جنرالی یا سود عالی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدامش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیدن دیگر اصلا. از شاید که کدام از، چون اکثری همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن. چیزا مثلا همین سید جعفر عثمانوف که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیموف دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این باره حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صداها بلند بودن این قضیه ها باید این خاموش بست است. با تمام سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش تبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنند. تو اونو حکم گیرن بروند زندان، بعد یک چند لحظه در زندان بودن شد 2 ماه 3 ماه، بعد چند بعد یا در سودی عالی یا که پروکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد. در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندرов، احمدشاه کامل روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشان میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند.
یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده چی هدف دارن؟ مرحمت ظفر صوفی، شما چه نظر دارید؟ خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کاودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارد که طرف میخواسته کودتای دولتی انجام بده. اینو در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستن که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدن. خب تبادل دولتی یک چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد اولا. خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یک چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خوابا به همدیگرشون گفتن و میخواستن. چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی پس از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این طی چند سال اخیر اصلا به قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست. یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم، نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنن. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنن و خدمت کنن. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم می شود، هر برنامه هم انجام میگیرد فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفرانه تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسن. در داخل خانهشان همشان بازداشت یا مثلا میگریزن به کوهستان، به کوه و کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگر هم هست اطرافای خود امام رحمان است. اگر بدبختی هم برای سر حکومت امام رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود. تشکر. فرهاد دودینایف، نظر شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر صوفی گفتن؟ خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی خب بعد یک از عامل‌های اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است که قدرت دارد که میتواند کسی را بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی را بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهکار دانستن و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان ولی اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک 4 نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یگم ربطی ندارن، به یگم وزارت قدرتی ربط ندارن. چگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوه؟ آیا 4 نفر 5 نفر مثل شوکی جان حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که گفتن مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ کی کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان زاده را یا که اون نفران را که کدام بازنشسته را
ببینید میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است اون گویا که کودتا میکنه با کدام شکل یک مسافر یک آدمی سال خورده میتونه کودتا کنه یا که مثل شاکرجان حکیموف شخصیت رو که شاکرجان حکیموف رو میشناخت نقض میدونسته که اون آدم اصلا این از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بارها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود شاکرجان حکیموف یک انسانی تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود. ولی باز میگن که اون با کدام کودتا میخواست کودتا کند. من اصلا قضیه شاکرجان حکیموف رو با پرونده‌های سید جعفر عثمان زاده ربط داشتنش شک دارم. حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکرجان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم یک خبرنگار دیگر و مؤسس یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاریان را اندک تنقید میکند چی است؟ برای جامعه کشور، برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر صوفی. همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراط زاینده تفریط است. جوری دیگه نمیشد. مثلا میانگین زرین از این حال در این حالت با وجود نمیاد. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا میشن که دیگر دنبال اصلاحات به شکل‌های دیگر میشوند. یعنی جامعه از افراطی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزه. من نه مخالفم نه مثلا بگم که نظر سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست. اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند خب من جانبدارشم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت سرکوب به حکومت نگرانن به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکرجان حکیم یا فلان را گرفتن. نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت تندنس تبدیل میشه. حکومت پای در پای دارد سرکوب میکنه. تنها کاری که دارد میکنه در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده یک نیروی افراطی میشود و جامعه میرد به سمت افراط. جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟ خیلی حرفای خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه که همه جامعه یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشورها فرق ایجاد نمیکنیم. اگر ما کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتارها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها میتوانند عمر حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعد هر یک خاموشی، یعنی یک حالا در تاجیکستان مردم باید خاموشی رو رعایت کردن، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفکی است که حکومت اون رو دارد دم میکند و دم میکند یک روز اون میکفد. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است. خیلی متاسفانه دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل می شود. دیگر گروه های پیدا می شوند که گروه های سیوم و چهارمی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر
نه فقط حکومت یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم میکرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسوند، بلکه بر سر همه میگذرد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر میبینند. بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعتی برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت. از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونن. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا. زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین به طور طبیعی نپذیرند یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، بودن اندیشه که اگر افراط نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است. در اصل اینطوری نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان به کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان رو بگیریم، چون جامعه مجموعه انسان هاست. وقتی یک انسان آزاد به کمال رسید، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراط شدن جامعه است و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کار میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن، امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با طلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی بطلبد با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن. بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟ طبعا نمیشد با این حرفا راضی نشید. ببینید من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که حکومت باید درک کند. متاسفانه درک این چیزا رو ندارد. ولی ببینید هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکند؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطری که اون همش مونوپولی شده است. یعنی دارد اویله رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان هست همه رو مونوپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی عقب مانده هستیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیموف و یا دیگر از خبرنگاران دیگر اندیشان بازداشت شده در تاجیکستان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفر صوفی. من با اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشون. به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد، من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشن، حتما روزی میرسد. ببینید من میخوام اینجا یه نکته رو تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا این یک بخش از پیام خواهد بود.
در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه‌های اینترنتی که اخیراً بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی مورد روزنامه‌نگارها یا نفرای مثل شاکر جان حکیموف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتی شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنن، باید دستشون بوسید، باید از اونها تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشید، شما قهرمانید، کار خودتون انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میدن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشه، فرق نداره. تشکر. و جناب فرهاد دودینایف، نظر شما چی است؟ من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانیای سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونها رو آزاد کنیم، خب ولی اونها باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف و اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان به بیگناه بودن اونها باور دارن و مردم باور دارد که روز اونها به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نلسون ماندلا 27 سال زندان بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم کشورش را توانست آزاد کرد. شاکر جان حکیموف امروز میرسد، آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من به اونها میگم که باور داشته باشند و صبر کنند، انشالله به اون روزها میرسند. تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد دودینایف، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش میبردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.